کسانی که نمیخوان توی خواب سکته کنن حتما تا آخر نگاه. طبق آمار رسمی که تو سال 2025 منتشر شده، ابتلا به سکته های مغزی و قلبی توی خواب از 5 سال گذشته 68% افزایش پیدا کرد. چند تا راهکار میخوام بهتون یاد بدم، اینا رو حتما ازشون استفاده بکنید و بهشون توجه کنید و اینو به عزیزترین آدمهای زندگیتون بگین و یاد بدین که خدای نکرده توی خواب دچار سکته قلبی و مغزی نشن. هیچ وقت تشنه قبل از خواب نخوابید. حتی اگه تشنه هم نیستین یه لیوان آب میل بکنید. به اطرافیانتون بگین وقتی خور و پف کردین حتما صداتون بکنن، چون نشونه کم رسیدن اکسیژن کافی به مغز این هستش. به هیچ عنوان قبل خواب دوغ یا غذای پرچرب نخورید. قبل خواب اگه بسیار عصبانی بودین یا استرس زیاد داشتین خوابتون رو به تعویق بندازین، چون باعث اختلالات شدید روی مغز و اعصابتون میشه.